بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، برادرای محترم، خواهرای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در هفته گذشته به سلسله درس‌های عقیده بحث سر موضوع بدعت شروع کرده بودیم که بدعت چیست؟ بدعت مثلا در لغت چی میگن و بدعت در اصطلاح چی میگن؟ امروز ان شاء الله تعالی بحث ما سر چی است؟ سر همو آثار و یا نتایج بدعت. چرا یک انسان مسلمان قبل از هر چیز دیگه باید بفهمه که بدعت چی آثاری داره و چی نتایج داره. وقتی یک نفر مرتکب یک بدعت میشه، برازی کدام مشکلات ایجاد میشه. در جمله آثار بدعت، اولش وقتی که یک انسان بدعت میکنه باید بفهمه که مخالفت میکنه با آیات قرآن عظیم شان که الله گفته که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم. الله سبحانه و تعالی میگه که امروز ما دین شما را تکمیل کردیم. و در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم در امو وقت دین تکمیل شده بود. وقتی که دین تکمیل شده بود در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم و این آیت شریف نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بناء آنچه که مربوط دین می بود و آنچه که مربوط دین می شد، این کلش در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم تکمیل شده. یعنی هیچ نقصان و هیچ کمبودی در دین نیست که باز یک کسی در عصر بعدی یا در عصر امروز بیه و او خالیگاهی که در اعتقادات باشه یا در عبادات باشه او را تکمیل کنه. پس کسی که یک بدعتی را، یک چیز نوی را میره و در دین داخل میکنه، خواه در عقیده باشه، خواه در عبادت باشه، خواه در مسائل اخلاقیات باشه بناء یا در مسائل دیگی، پس معنای گپش چی است که حتما این آیت قبول نداره، دین ناقص است، اینی کار نشده، پس ما امروز آمدیم رو تکمیل میکنم. معنای میره میده. بناهن اولین مشکل بدعت عدم قبولی اینمی آیت قرآن است. چرا اگر انسان بفهمه که دین تکمیل است و آیت قرآن نازل شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم آنچه که مربوط دین میشد او رو به مردم رسانیده، دیگه کدام چیز دیگه باقی نمیماند. درست است مثلا وسایل ترانسپورتی در وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقت وسایل ترانسپورتی حیوانات بودن. حال وسایل ترانسپورتی مثلا طیاره و موتر و کشتی و دیگه چیزا هست. میشه او وسیله با این وسیله قیاس شود، اصلا قیاس است، اما عبادت جدید نیست. عبادت جدید نیست. سابق مثلا یک نفر سفر میکرد، در جریان سفر سر شتر نماز میخواد. امروز یک نفر عوض شتر در موتر سوار است، نماز خدا میخونه. پس اینجا قیاس شتر بر چی شد؟ قیاس موتر به شتر شد. این قیاس میگن. این یک چیز مشروع هست و یکی از اساسات شریعت است. اما عبادت جدید اگر یک کس اختراع میکنه و میاد دین داخل میکنه، اینجا معنای از این میشه که این آیات قرآن یعنی دین تکمیل نشده. از این خاطر یک مشکل اعتقادی برای انسان بدعتکار پیدا میشه و او عدم عقیده داشتن به کمال دین و تکمیل شدن دین است. دومین مشکلی که بدعت برای انسان بدعتکار ایجاد میکنه اویی است که بدعتکار دشمنی با رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه. به این معنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک عقیده را یا یک عبادت یا یک اخلاق که مربوط دین میشد او را به شکل کامل برای امت خود نرسانده،
بنابراین پیغمبر صلی الله علیه و سلم متهم قرار میده. کاری نکرد، تبلیغ نکردن، ما بدعتکار میم و چی میکنم؟ بر مردم میرسانم. یعنی وقتی که یک بدعت در دین داخل میشه و او وقتی که ما قرآن میخوانیم و احادیث میخوانیم که هیچ چیز نیست، وجود نداره. پس ایمانای زیرا میته که خیلی البته این چیزا در دین بوده به عقیده ازی، ولی پیغمبر امور تبلیغ درست نکرد. حمزه رضی الله تعالی عنه شهید میشن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزه 2 ذوالحجه نمیگیره. حمزه رضی الله تعالی عنه شهید میشن. عثمان رضی الله تعالی عنه بسیار پیسه دار است، عبدالرحمن ابن عوف پیسه دار است، اصحابی هستند که مالدار هستند، در جمله مهاجرین، در جمله انصار، ولی اونا برای شو جمعگی نمیکنن، چل نمیکنن. اگر این روز 2، روز 3 و شو جمعگی و چل در دین است، اونا باید میکردن. حداقل اگر مثلا زیاد نداشتن کم خو میکردن. این وقتی که یک کسی ایده در دین داخل میکنه و در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم در احادیثش در صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجه به هزاران هزار حدیث به ما نقل شده و او نیست، در کتابای سیرت نیست. پس معنای ازیست که این شخص بدعتکار میگه که یعنی ما از پیغمبر کده رتبه بلندتر است، العیاذ بالله، یا ما دینه که پیغمبر تبلیغ نکرده و عمل نکرده ما عمل میکنم. این حال مشکل دوم بدعتی است که این بدعتکار خود از پیغمبر کده رتبه خود بلند قرار میده. و مشکل سومی است که در روز قیامت دشمن بدعتکار شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم. از همین خاطر علما میگن که از گناه کبیره کده بدعت گناهش بیشتر است. چرا یک نفر گناه کبیره میکنه؟ در گناه کبیره به خود ظلم کرد، خود به هلاکت انداخت، خود مستحق دوزخ ساخت و میشه که الله او را ببخشه. اما در بدعت چی خطر است؟ که این دشمنی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد و او را متهم قرار داده به چی؟ به عدم تبلیغ و تطبیق کامل دین. این حال اینجا گناه از او کده بزرگتر است. چرا؟ مرتکب کبیره خود متهم قرار داده، اما بدعتکار رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کرده؟ او را متهم قرار داده. به این اندازه خطرناک است. دیگه از مشکلات و یا خطرهای بدعتی است که عمل انسان بدعتکار قبول نمیشه. از انسان بدعتکار عملش قبول نمیشه. این انسان بدعتکار چرا عملش قبول نمیشه؟ به خاطر ازی که دو شرط اساسی در قبولی عبادت است. اول شرط قبولی عبادت این است که انسان مسلمان باید اخلاص داشته باشه، اما عبادت خود فقط برای الله بکنه. دومی شرط قبولی عبادت متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس وقتی عمل ما و شما قبول میشه که این دو شرط در این وجود داشته باشه. شرط اولش که اخلاص باشه که امو عمل و امو عبادت خود خاص به خاطر ذات الله میکنه. اگر ایره به خاطر کدام مخلوق میکنه باز عبادت از این قبول نمیشه. این شرط اولش است. شرط دومش عمل انسان و عبادت انسان وقتی قبول میشه که این انسان مسلمان عملش با عمل پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکسان باشه. دمون نقشه‌ای که پیغمبر بر ما ترسیم کرده دمون نقشه حرکت کنه. این حال بدعتکار از این نقشه برآمده، عملش با عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم موافقت نداره. متوجه شده؟ پس از این خاطر از بدعتکار عملش مردود است و قبول نمیشه به بارگاه الله. چرا او عمل از او زحمت میکشه. مشکل در اینجاست. بسیاری کسا همی جهل
بیخبری از دین خطرش در این است که یک نفر بسیار زامت میکشه. به خاطر چی ما شما عبادت میکنیم؟ به خاطر از اینکه الله او را قبول بکنه. در صورتی که شما یک عبادت بکنین و او به طریقه رسول الله صلی الله علیه و آله برابر نباشه و او قبول نمیشه. وقتی که قبول نشد همین تمام زحمت تو چی است؟ هدر میره. یک نفر روز اول جنازه مثلا 1 لک افغانی را غذا پخته میکنه، روز دو 50,000، روز سه 2.5 لک، شب جمعگیش هر شب جمعهش 20 هزار، روز چلش در ختم از وقتی که در روز قیامت میره نه تنها عبادات از او قبول نشده بلکه برای یک تاپی دیگه هم زده شده که تو مخالف پیغمبر هستی، هنوز گناهگار شدی. ایناله علم کس نه، الله میگه فعلم انه لا اله الا الله. بفهم، یاد بگیر، برای فهم از او وقت بده. مشکل در چی است که انسان جاهل عبادت میکنه، عبادتش چی است؟ دلالت است، گمراهی است. کل بدعت دلاله. در مقابل دلالت اجر نیست. دیگه از مشکلات بدعت چی است؟ که انسان هایی که بدعتکار هستن یا ذلیل و خوار میشه. در روز قیامت برای زنا، هم در دنیا برای زنا ذلت و خواری هست و هم در روز قیامت. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان میگه فلیحذر الذین یخالفون عن امره. فلیحذر، باید بترسن، الذین، کسانی که یخالفون عن امره، که از امر رسول الله صلی الله علیه و سلم مخالفت میکنه و بدعتکار مخالفت میکنه. چون بدعتکار سند نداره که رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار کرده باشه. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. کسایی که مخالفت میکنن با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا بترسن از چی؟ از اینکه برشان یک فتنه برسه یا برشان عذاب دردناک برسه. و بدعتکار هم در دنیا ذلیل میشه و هم در آخرت ذلیل میشه. چون در دنیا هم بالاخره مردم کشف میکنه که این انسان بدعتکار بود، حتی ولو که شاگرداش، طرفداراش، مریداش تا یک زمانی ایره چی کنن؟ تا که جاهل هستن از این پیروی کنن. روزی که فهمیدن سر از این لعنت میفرستن. و در روز قیامت هم اونمو کسایی که بدعت رواج میدن، ترویج میکنن و میگن، بالاخره امو کسایی که از یا پیروی کردن یا دشمن از این قرار میگیرن، ذلیل میشه در روز قیامت. اون مردم برش میگه که الله تعالی جزا بده، به خاطر تو ما در دوزخ میریم، تو برای ما اینمی بدعت، اینمی گناه، تو مشروعیت دادی، تو برای ما گفتی که کار درست است. از دیگه مشکلاتی که در بدعت وجود داره، البعد عن الله. این بدعتکار از رحمت الله دور میشه. چرا؟ بدعتکار تقوا کردن نمیتونه. اگه تقوا میکنه تقوای دروغی است. اگر رحمت الله را میخواه، الله برش رحمت خود نمیفرسته، از محبت الله دور میشه. این حاله برای بدعتکار محبت الله حاصل نمیشه. چرا محبت الله برای بدعتکار حاصل نمیشه؟ به خاطر که آیت صریح قرآن است. در آیت صریح قرآن الله سبحانه و تعالی میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو ای رسول الله صلی الله علیه و آله برای امت خود که ان کنتم، اگر شما حقیقتا، اگر شما حقیقتا تحبون الله را دوست دارید، فاتبعونی، باید از ما که پیغمبر الله هستم متابعت بکنید. و باز آیت دیگه قرآن میگه که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پس پیغمبر از نفس خود گپ نمیزنه، آنچه که میگه بالاش وحی میشه. و کدام وقت پیغمبر اجتهاد کرده، توسط وحی اجتهادش تصحیح شده، برش گفته که کارا چرا کردی؟ این اجتهادت اشتباه است. عبس و تولا ان جاءه الاعمى و ما یدریک لعله یزکا
او یذکر فتنفعه الذکر. اینا رو ببینید آیات قرآن نازل میشه و پیغمبر حتی در اجتهاداتش تصحیح میکنه. اینا رو بدعتکار نمیتونه، با وجود از اینکه بدعتکار ادعا میکنه که من اینی کار به خاطر محبت الله میکنم، اینی کار من به خاطر محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنم، الله برش میگه که این محبت که به شکل احساساتی مطابق اراده خود این محبت میکنی، این محبت تو محبت نیست. ان کنتم تحبون الله، اگر شما الله را دوست دارین فاتبعونی، پس از من متابعت بکنین، یحببکم الله، باز الله شما را دوست می داشته باشه. پس بدعتکار نه محبت خود برای الله ثابت کرده میتونه به خاطر ازی که مطابقت از پیغمبر نکرد، و نه الله ای را دوست می داشته باشه به خاطر ازی که ای با اساس مخالفتی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد، با سنت پیغمبر کرد، خود از محبت الله چی کرد؟ دور ساخت. و آیات قرآن اساس است، فرمول است، قاعده هست، بر انسان قاعده میده. میخوایی که الله را دوست داشته باشی، الله میگه مطابقت از رسول الله بکن. میخوایی که الله تو را دوست داشته باشه، با محبت با مطابقت رسول الله صلی الله علیه و سلم الله تو را دوست می داشته باشه. این قاعده هست. این حال بدعتکار مخالف از این قاعده عمل میکنه و میخواد که نتایج بگیره. نه خودش محبت خود ثابت کرده میتونه و نه الله ای را دوست می داشته باشه. از این خاطر کسایی که با الله میخواین که محبت بکنن، اول باید سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کنن؟ این پیروی بکنن. ما در مسجد تکبیر در نماز جمعه گذاشته، اما ما شروع کردیم سنت های فراموش شده را. در جمعه یک 20 تایش گفتیم، یک 20 تایش انشاءالله در جمعه تشریح میکنیم. بسیاری از سنت ها هست که او را مردم بیخی چی کردن؟ فراموش کردن. وقتی که سنت فراموش شد، با فراموشی سنت چی ایجاد میشه؟ بدعت ایجاد میشه. وقتی که بدعت ایجاد شد، سنت از بین میبره. همین قاعده هست. وقتی که سنت فراموش کردی، تو میخوای عمل بکنی، سنت یاد نداری، چی میکنی؟ کار را میکنی مطابق دلت. او چیزی که مطابق دلت میکنی، او سنت وقتی که نشد بدعت است. و هر بدعت سنت چی میکنه؟ از بین میبره. از این خاطر اگر کسی میخواد با بدعت خود محبت الله را حاصل بکنه، نمیتونه حاصل کرده. چرا؟ مخالفت با آیت صریح قرآن کرد. و قرآن برای ما و شما چی است؟ بهترین سند است برای شناخت دین. الله برای ما شکل محبت میگه. ما میخوایم که ما میخوایم ثابت کنم که من الله را دوست دارم. چی کنم؟ یک سوال. سوال دوم، ما میخوایم که الله مرا دوست داشته باشه. چی کنم؟ اما یک آیت قرآن اردو سوال شما را جواب میده. قل ان کنتم تحبون الله، بگو بر از اینا که شما اگر الله را دوست دارین فاتبعونی، پس مطابقت از ما بکنین. این خلاص دوستی خدا با الله با چی ثابت میکنی؟ با مطابقت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. و چطور میتونی مطابقت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنی؟ که تو وقت بیتی برای فهم سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم. در حلقه که صحیح البخاری خوانده میشه اشتراک بکن. مشکل نیست خدا مفتی جور بکنی. در یک مملکت یک مفتی کفایت میکنه. ما میخوایم که یا مفتی شویم کل ما، یا کل ما فقیه شویم، یا بیخی دین یاد نداشته باشیم. نه، من میخوایم انجینیر هستم، دکتر هستم، ژورنالیست هستم، زمین شناس هستم، علوم اجتماعی میخوانم، روانشناسی میخوانم، طب میخوانم. من نمیخوایم مفتی شوم. من نمیخوایم فقیه شوم باز بخیزم برای مردم مسائل نکاح و طلاق و اقسام طلاق یاره تشریح کنم. نمیخوایم. لکن من میخوایم که یک مسلمان باشم. من نیست یک مسلمان زندگی بکنم، مطابق سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی بکنم. با اشتراک در درس های حدیث تو میتونی که حداقل یک مرتبه که مرور کنی بفهمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مسئله چی گفته. بسیار ساده هست. انما الاعمال بالنیات. از مثلا یک حدیث رسول الله میگه انما الاعمال بالنیات. از یک حدیث انما الاعمال بالنیات فقها استنباطات دیگر داره، علمای اصول فقه استنباطات دیگه خود دارن. متوجه شدین؟ مفتی ها فتاوای خود
به اساس از این بنا میگه. اما من یک انسانی که نه مفتی هستم نه فقیه هستم و من رشته دیگه دارم که فقط یا دکتر هستم یا انجینیر هستم، همه قدر وقتی که در درس احادیث اشتراک کردم همه میفهمم که انما الاعمال بالنیات، یعنی هر عمل که من میکنم پیش از باید چی کنم؟ نیت خدا چی کنم؟ جور بسازم. شما روز 20 دفعه عمل در خانه‌تان داخل میشین با پای راستتان، ثواب براتون نشته میشه؟ نه خیر. چرا؟ چون در نیتتون نیست که به طریقه پیغمبر داخل شوی. با پای راست داخل شدی اما اصلاح نیت نکردی. وقتی که پیشت که داخل میشی در نیتت باشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در منزل وقتی که داخل میشد با کدام پای داخل میشد؟ با پای راست. من هم با پای راست داخل میشم که چی کنم؟ که طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام بدم. با تصحیح نیت 20 مرتبه در خانه با پای راست داخل شدی، 20 سنت تطبیق شد، 20 ثواب برات داده شد. نیت تجور نکردی، 20 مرتبه در خانه با پای راست داخل شدی، عادت کردی دیگه، عادت شد. یکی عادت است، یکی عبادت است. عبادت وقت میشه که با نیت عبادت میشه، بی نیت عادت است. از این خاطر مشکل دیگه انسان‌های بدعتکار چی است؟ که او از محبت الله، از رحمت الله، از مغفرت الله، از کلش دور میشه. چون این کار کرد که تکر است با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. دیگه مشکل بدعتکار چی است؟ که بالای بدعتکار همیشه غضب الله نازل میشه. و من یشاقق الرسول، کلش آیات قرآن است. برای ما این آیات قرآن انسان‌های بدعتکار تهدید میکنه و برش میفهمانه که ترک ازی بدعتت بگذر. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصله جهنم و ساءت مصیر. کسی که مخالفت با رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه، بعد از اینکه هدایت برازی معلوم شده، هدایت چی است؟ قرآن است. هدایت چی است؟ احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. هم برش قرآن است، هم ترجمه قرآن است و هم احادیث است. و علما 24 ساعت مفت رایگان مزدورت است، نوکرت است. چند خریدی؟ چند فیس دادی؟ مسجد گرم، فرش لوکس، بخاریای لوکس، استاد مفت رایگان و کلش در خدمت تو هست و تو از استفاده نمی کنی، در حالی که هیچ چیز دیگه تو مفت نیست. در هر کورس که بری به پیسه است. 16 پولی سر حساب میکنه. اما ایره الله به اساس رحمت خود کل چیزا چی کرده؟ لوکسترین جایا که چی است؟ مسجد است. بهترین جای مسجد است و رایگان. همین در جای برو یخ است، در مسجد بیا گرم است. در دیگه جای برو فرشای کونه افتاده، در مسجد بیا خوب قالین لوکس است. در دیگه جای استادش در مقابل هر کلمه خود پیسه میگیره. اینجا استاد برات گلون خدا پاره میکنه و مفردو درس میده. این کل چی است؟ الله میگه که من بعد ما تبین له الهدى، برش هدایت قرآن و سنت برش بیان میشه. لكن با وجود دادم چه؟ و یتبع غیر سبیل المؤمنین، غیر راه مؤمنین کی بودن؟ اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، تابعین، تابعین. راه از را ترک میکنه، بر خود راه های دیگه جور میکنه. دیگه از تبرع الرسول صلی الله علیه و سلم من المبتدعه، رسول الله صلی الله علیه و سلم براءت خدا و بیزاری خدا از بدعتکارا اعلان کردن. و من رغب عن سنتی فلیس منی، رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی که از سنت من رو بگردانه، از جمله من نیست، امت من نیست. این چه مردم هستن میگه صاحب ما بچهای کمر بسته هستیم. چرا کمر بسته هستی؟ والا صاحب ما میخوایم خوب دیندار باشیم. رسول الله میگه النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی.
تو از پیغمبر که در رتبه بلند از پیغمبر ازدواج میکنه، زن داره، بچه داره، دختر داره، نواسه داره، و تو میگی نیست ما کمر ما به خاطر ازی بسته کردیم که ما اصلا بسیار دیندار هستم. دروغ میگه، کمر خود به زنا بسته کرده، باز بر زنای حرام پیدا شد، باز او خوب حمله میکنه. هر ملنگ روز ملنگ از شب پلنگ، اکثرا کسایی که ادعا میکنه. چرا که خود از پیغمبر ابوبکر صدیق ازدواج کرد، عمر فاروق ازدواج کرد، عثمان ابن عفان ازدواج کرده، علی ابن ابی طالب ازدواج کرده است، مهاجرین ازدواج کردن، انصار ازدواج کرده. تو رتبه از کلی که بلندتر شد، رسول الله میگه این امت من است. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. هیچ از جمله از این خاطر چی است؟ وقد تبرع ابن عمر من القدریه. یک تعداد مردمایی بودن که در اعتقادات بدعت ها را ایجاد کرده بودن، به نام جبریه و قدریه و معتزله و خوارج و روافض و اینی فرقه ها. چی است؟ ابن عمر در فاذا لقیت اولئک، ابن عمر سے بر از آواز روان کرد برای مردم گفت وقتی که شما اگر اینا میگه ما پیرو صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، عبدالله ابن عمر میگه که من صحابی هستم، وقتی که شما این بدعتکارا را دیدین برشان یک خط از طرف برش آواز روان میکنه، فاخبرهم انی بریء منهم، برشان خبر بدین که من از شما چی هستم؟ بیزار هستم. اینا بسیاری بدعتکارا مشکلش چی است؟ خود دوست پیغمبر قرار میده، اما به منهج پیغمبر، در راهی که پیغمبر قدم گذاشته در او را قدم نمیگذاره. از پیغمبر کده خود 100 متر پیشتر میبره، از صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله خود چی میکنه؟ پیشتر میبره و اونا برشان میگن از شما بیزار هستیم. چرا که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله این مقامی را که پیدا کردن که الله برشان گفت که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. چرا امیدی آیت قرآن نازل شد؟ چون وقتی که پیغمبر اینا رو گفت حج بریم، احرامم بسته کردن، در وسط راه پیغمبر برشان گفت که احرامایتان وضو کنین، سرایتان تراش کنین. وقتی که پیغمبر دیدن که امی سر خود تراش کرد، آجل صحابه دویده رفتن سرای خود چی کردن؟ تراش کردن. دنیم را حج نارسیده لقد آمدن و با پیغمبر بیعت کردن که رسول الله صلی الله علیه و آله آنچه که الله و رسولش میگه ما که تو بیعت میکنی به مو اطاعت را میکنی. و لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. پس اونا رضایت الله را حاصل کردن به اساس چی؟ به اساس اطاعت 100% رسول الله صلی الله علیه و سلم. امروز بسیاری کسا از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت نمیکنن، روش رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیفهمن، وقت ندارن که بفهمن. اقرا نمیفهمه. بسیاری مسلمان است 60 ساله 70 ساله شده نمیفهمه که صحیح بخاری چند جلد است، در یک درس اشتراک نکرده، اعلان میخونه خندش میگیره. چی است؟ در این مسجد در زمستان درس صحیح بخاری هست، در این مسجد درس صحیح مسلم هست، در اینجا مشکات المصابیح هست، در اینجا نسائی هست، در اینجا فلانی هست. در اینترنت میرن نشته است که درس صحیح بخاری، درس صحیح مسلم، میره در کتابخانه مختصر صحیح بخاری ترجمه داری، حتی هم کتاب خریداری نمیکنه. چطور ما میتونیم به سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله عمل بکنیم و ما تابال در یکی از حلقات درس رسول الله صلی الله علیه و سلم که احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله در او حلقه درس تشریح میشه اشتراک نکردیم و نمیکنیم. در هر جای میریم درسای عقیده و روز یک جوان بچه میمد بپرسان شدم، گفتم بچه می روزا دمی درسای روز جمعه نمی؟ گفت والا صاحب روزای جمعه یا ختم می باشه یا ختم سوری می باشه یا خیرات می باشه یا شیرینی خوری می باشه و پدر مرا موجه میبره. اینا حالا برای چی ارزش داره؟ درس عقیده به پدر ازی و به خود ازی زیاد ارزش داره؟ یا خیرات و شیرینی خوری و ایگپا؟ اینا ای بچه از این خیرات ها و شیرینی خوری ها داخل عمر چی از پیش از این جور میشه؟ 100 درس عقیده از پیشش تیر میشه. جوان ها خود دروغ نمیگه، نه؟ خودش برای من میگه آسه والا صاحب روزایی که روز درس شماست یا گپ پیدا میشه. چی گپ پیدا میشه؟ اگر اوتری باشه در خانه من امیال که بری میمانی ها قطار است،
یک روز به میگم آره صاحب امروز بچه کاکای میمان کرده بود، بچه مامای میمان کرده بود، دیگه فلانی بود. در کل درس‌ها میمانی است. وقتی که انسان راه دین گرفت نه، درس دین چی کردی؟ شیطان هم برات راههای دیگر چی میکنه؟ پیدا میکنه تا تو رو منحرف و منصرف بسازه. دیگه از گناههای بدعتکارها چی است؟ که علما میگه ان من ابتدع بدعتا کان علیه اسمها و اسم من عمل بها الی یوم القیامه. هر بدعتی را که شما او را تشویق میکنین و رواج میدین و تایید میکنین و تاکید میکنین، هم گناه خودتان بالایتان میشه و هم گناه کسانی که بعد از شما امو کار کرده میره. چرا رسول الله صلی الله علیه و چی میگه؟ من سن فی الاسلام سنة سیئة کان علیه وزرها و وزر من عمل بها من بعده من غیر ان ینقص من اوزارهم شیء. هر کسی که یک روش بدی را در اسلام ایجاد میکنه، گناههای ازی بالای ازی از خودش هم است و از کسایی که انجام میتن تا روز قیامت. من بدون ازی که چی شود؟ وزر ازی و گناههای ازی را چی شود؟ کم شود. بدون ازی از اونها گناهشان است، یک کاپی گناهش در فایل ازی هم همونجا ثبت میشه. وقتی که یک کسی چی است؟ بدعت. دیگه مشکل بدعت چی است؟ عدم توفیق المبتدع للتوبه. بدعتکار توفیق توبه را حاصل نمیکنه. چرا؟ چرا بدعتکار بدعت ترک نمیکنه؟ علتش چی است؟ علتش چی است؟ شما سعی کنید یک نفر شراب میخوره، شراب خور است، ولی می شراب خور وقتی که شراب میخوره، وقتی که نشیش پرید خودش احساس میکنه که من گناهکار است. زناکار وقتی که زنایش ختم شد خودش احساس میکنه که ما چی کردیم؟ گناه کردیم. خدا شرمنده احساس میکنه. دوست که سوار هر گناه کبیره و صغیره رو ببینید، وقتی که یک انسان مرتکب میشه بعد از گناه انسان احساس چی میکنه؟ شرمندگی، ذلت در مقابل الله میکنه که پروردگارا من بسیار ذلیل هستم، بسیار شرمنده هستم، پروردگارا تو من عفو کنی. توبه میکنه. پس چون احساس میکنه من گناهکار هستم، یک روزی از روزها چی میشه؟ توبه میکنه. یک روز از روزها. از این خاطر بسیار شراب خورا توبه کردن، بسیار زناکارا توبه کردن، بسیار دزدا توبه کردن، بسیار قماربازا توبه کردن، بسیار کسایی که در گناههای بسیار خطرناک قرار داشتن، چون خودش احساس میکرده که من شرمنده هستم، علیه من نماز میخوانم پروردگارا، لکن من بسیار ریسی هستم، گناهکار هستم، شرمنده هستم، گریه میکنه، استغفار میکنه، این بالاخره توفیق توبه برش داده میشه. بدعتکار توبه نمیکنه. چرا؟ بدعتکار مشکلش چی است؟ که اون بدعت خدا بسیار عمل نیک قرار میده. میگه مثلا از نگاه کرده خوب است، از نگاه کرده خوب است. وقتی که میره در یک قبر برای صاحب قبر سجده میکنه، صحیح نه؟ امی سجده خدا که به غیر الله سجده کرده، خدا در شرک داخل کرده، امی شرک خدا چی فکر میکنه؟ دوستی و محبت با اولیاء الله میکنه. وقتی کتش گپ بزنه باز میگه او شما اولیاء الله را دوست نداشتین، دوست ندارین. اگر دوست میداشتین چرا مخالفت میکنه؟ او فکر میکنه که دوستی اولیاء الله چی است؟ که ما برش صفات الله را برش بتیم. وقتی که میگه یا علی و یا حسین و یا ابو بکر و یا عمر و یا فلان و یا فلان، اینمی استغاثه به غیر الله را بدعتکار چی فکر میکنه؟ فکر میکنه که این دوستی از اونها هست، در حالی که صفت الله را برازو داده. المستعان الله هست و در نماز هم میخونه که ایاک نستعین. لکن همینجا که آمد، چون بدعتکار اما تو یک عقیده داره که عمل مزدگاه کده خوبتر است، از این خاطر فکرتان باشه همیشه بدعتکار انسان‌هایی که مطابق قرآن و سنت عمل میکنن او رو چی میگن؟ او رو میگن یا دشمن اولیاء. سو برادران هستی که ما به یک ولی از اولیاء الله سجده میکردم، این میگه نکو. ما میریم برای دعا میکنم، این میگه نکو. ما میریم قبری از او 3 متر بالا میکنم،
سمت میکنم یا میگه نکو من میرم توغ از رسه پیران خانم من بر خانمم کالای زری خریده بودم تکه زری از را بردم توغ از را پوش کردم یا میگه نکو یا دوستی با اولیاء الله ندارن. متوجه هستین؟ این بدعت از اینا سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که بازیاد برشان توفیق توبه حاصل نمیشه. چرا بدعتکار گناه خدا، جرم خدا، شرک خدا، بیدینی خدا، اسراف خدا به کجا داخل میکنن؟ در دین داخل میکنن. فکر میکنن که این کلش جز دین است. حالا یک نفر روز 3 میکنن نمیگه که من دیندار هستم، روز 2 میکنن دیگار بار میکنن نمیگه من دیندار هستم. این حال اکثرا یا مثلا 360 بوتا که در اطراف کعبه مانده بودن این چی میگفتن؟ فی محبت اولیاء هست. او برادر در داخل خانه کعبه ما مجسمه ابراهیم علیه السلام ماندیم یا مخالفت میکنه سیکو پیغمبر دوست ندارن. لات منات هوبل کلشان شخصیت های خوب بودن. این سعی بیاره سعی کنین وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که لا اله نیست هیچ معبود قابل پرستش الا الله بغیر از الله، مشرکین خیستن گفتن خیمه 360 ولی از اولیاء الله را مجسمه هایشان بشکنانی موزو پرتیم. پدرهای ما کافر بودن که یارو جور کردن. تو پدر کلانهای ما را بد میگی که پیغمبر صلی الله علیه و آله استدلال میکردن و اینمی استدلال بدعتکار است. ما بغیر از آنچه که پدرهای ما آمده دین پدرهای خود میگیریم، دین دیگه کس ما کار نداریم. این بجای اکایی که نو پیدا شدن اهل صحیح بخاری بخوان، صحیح مسلم بخوان، اهل حدیث است، اهل قرآن است، اهل ترجمه هست. ما ملا نداشتیم وقت عالم نبود. این گپا کی میگفت؟ ابو جهل، ابو لهب، امیه ابن خلف و غیرهم. چرا وا در دین ابراهیم علیه السلام چی کرده بودن؟ بدعت کرده بودن، نوآوری کرده بودن، بت پرستی را در دین ابراهیم علیه السلام داخل کرده بودن. ما پیروان ابراهیم هستیم، پیروان اسماعیل هستیم. ابراهیم خود در جوانی خود بت‌ها را رفت شکستان. نه گپا را نزن. بدعتکار دین نمیفهمه، پیغمبر نمیفهمه، پیروی از ابراهیم علیه السلام میکنه. ابراهیمی که خودش در جوانی خود چی کرده؟ بت‌ها را شکستانده. آل بت پرست آمده چی کرده؟ به نام ابراهیم مجسمه خود ابراهیم علیه السلام جور کرده در داخل خانه کعبه مانده. از این خاطر بدعتکار توبه نمیکنه. اللهم الا بعضی از بدعتکارای توبه میکنن که او بیچاره اخلاص دارن، برشان دین نرسیده. وقتی که دین برش نرسیده بعضی کساس در یک بدعت مبتلا هست. وقتی که حق فهمید چون این اخلاص داره میگه پروردگارا توبه کردیم، بد کردیم، راستی والا من اشتباه کرده بودم. اما بعضی بدعتکارای دیگه هست که اونا عمدن و قصدن در بدعت مبتلا هستن. از او خاطر واچی میکنن. حتی برش بگی صحیح بخاری میگه من صحیح بخاری قبول ندارم. اون سوکو صحیح بخاری، اون سوکو صحیح مسلمه. این حالا چی است؟ از این خاطر میگه که بدعتکار چی نمیکنه؟ توبه نمیکنه. دیگه مشکل بدعتکار چی هست؟ که بدعتکار با سوء خاتمه از دنیا میره. ظاهرا مردم، کدام مردم ها سوء خاتمهشان غلط میره؟ که ظاهرا مردم او رو دیندار فکر میکنه لکن او قلبا اساسا دیندار نیست. چرا؟ دینداری خب با قرآن و سنت میشه و این از قرآن و سنت به فرسخها فاصله داره. سوء خاتمه. دیگه چی است؟ بدعتکار از حوض رسول الله صلی الله علیه و سلم طرد میشه. الله از روز که تشنه باشی و فکر هم کنی که من پیرو پیغمبر است و محبت با پیغمبر دارم، ولی به اساس بدعت از حوض رسول الله صلی الله علیه و سلم چی شوم؟ منع شوم. امام مسلم در صحیح مسلم حدیث شریف است عن انس بن مالک رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه و سلم قال لا يردن على الحوض رجال من صاحبتي
حتی اذا رأیتهم ورفعوا الی اختلجوا دونی فلأقولن ای ربی اصیحابی اصیحابی فلیقالن لی انک لا تدری ماذا احدث بعدک. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه در آخر زمان یک تعداد میگه من شما میگم رسول الله صلی الله علیه و دوستایم امتم این کسایی هستند. یا رسول میگه الله برشان میگه برش میگه رسول الله صلی الله علیه و آله این کسایی هستند تو نمیفهمی بعد از رفتن تو چی چیزهای جدیدی را در دین داخل نکردن که به ضد آنچه که تو آورده بودی کردن. از این خاطر اینا چی میشن؟ اینا از امو حوض رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میشن؟ من میشه. خلاصه درس امروزی بود که وقتی کسی بدعت را انجام میده با انجام دادن بدعت ها بعضی از آثار و مشکلات ایجاد میشه. مخالفت با آیت الیوم اکملت لکم دینکم، دیگهش دشمنی با رسول الله صلی الله علیه و سلم و هر بدعت کس یک سنت چی میکنه؟ از بین میبره و بدعتکار توفیق توبه از پیشش گرفته میشه، دشمنیش با رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه، اعمالش قبول نمیشه و بالاخره حتی از حوض رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت محروم میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.